مامانای عزیز سلام، امیدوارم حالتون خوب باشه. خیلی از مامانای گل نمیدونن که توی دوران بارداری چطور باید بشینن، چطور باید بایستن، چطور باید بخوابن و این باعث استرس و نگرانی مامانا میشه. ما اینجا میخوایم به شما نحوه درست نشستن رو توی این ویدیو آموزش بدیم. شما زمانی که میخواید بشینید، اگر میخواین از صندلی استفاده بکنید، حتما به صندلی نزدیک میشین، یک دم میگیرید و با بازدم به آرامی روی صندلی میشینید. از دست خودتون باید کمک بگیرید. اگه صندلی لبه داره از دستتون کمک بگیرید به عنوان یک تکیه‌گاه و بعد به آرامی بشینید. هرگز مادر باردار نباید لم بده روی صندلی به سمت عقب و یا اینکه حالت قوس کرده داشته باشه و یا اینکه اگر که روی مبل میشینه زانوهاشو به سمت بالا بیاره توی شکمش نگه داره. خیلی از خانم‌ها این کارو میکنن، زانوهاشون رو جمع میکنن توی شکمشون روی صندلی یا پاشون رو زیر باسنشون میذارن، یکی از پاهاشون رو. یا اگر که در واقع مقابل کامپیوتر قرار دارن روی صندلی گردان میشینن و بعد ستون فقراتشون رو به سمت دیگه ای میچرخونن. یعنی مانیتور یک سمتشون قرار داره و ایشون برمیگردن به سمت مانیتور و ستون فقراتشون یک انحنای بدی پیدا میکنه. نحوه نشستن صحیح و بلند شدن از حالت نشسته خیلی تاثیر داره روی سلامت ستون فقرات شما. حتما شما هر حرکتی که میخواین انجام بدین در بارداری با یک دم و بازدم باشه، چرا که بازدم باعث میشه که فشار از روی شکم و ستون فقرات شما برداشته بشه. وقتی که روی صندلی مینشینید، اگر قدتون کوتاهه و پاتون به زمین نمیرسه، حتما یک بالش زیر پاتون بذارین، هر دو پا کنار هم باشه. هرگز پاهاتون رو روی هم نندازین، چون وقتی که پاتون رو یه پا رو روی پای دیگه میندازین هم باعث زانو درد میشه، هم باعث ایجاد واریس میشه و هم باعث ایجاد ادم در پا میشه و درد زانو و دردهای دیگه رو به دنبال داره. ستون فقراتتون هم باید مستقیم باشه. اگر که نهایت انحنایی که میتونید به ستون فقراتتون بدین 15 درجه هست، یعنی فقط تا 15 درجه شما میتونید به سمت صندلی تکیه بدین. بهتر هست از صندلی استفاده بکنید که گردن و کمر شما رو هم ساپورت بکنه اگر میخواین طولانی مدت از صندلی استفاده بکنید. و اگر گودی کمر دارید یا درد دارین در ناحیه پایین کمرتون، حتما یه بالش کوچیک رو روی گودی کمرتون داشته باشین تا حمایت بکنه از گودی کمر شما و ستون فقراتتون. ما اینجا یه مامان عزیزی رو داریم که امروز نحوه درست نشستن رو به شما آموزش میده. امیدوارم که نگاه کنید و سعی کنید که به این نکاتی که گفته میشه در این ویدیو توجه بکنید و رعایت بکنید. خب مامانای عزیز، وقتی میخواین روی صندلی بشینید، اول به صندلی نزدیک میشیم، یک نفس میگیریم و با بازدم با استفاده از دستامون که روی رانهامون قرار دادیم یا با استفاده از لبه‌های صندلی میشینیم، بعد خودمون رو به سمت پشتی میکشیم. اگر که کسی پشتی صندلی بالاتر باشه که در واقع گردن و کمر شما رو هم ساپورت بکنه خیلی بهتر هست. در غیر این صورت حواستون باشه که لم ندین. لم دادن روی صندلی هم باعث فشار به ستون فقرات میشه و هم جنین در وضعیت نامناسبی قرار میگیره. یا مادرایی که خیلی قوز میکنن به سمت جلو و پاهاشون رو تو شکمشون میارن، اونم وضعیت اشتباهی هست. الان این وضعیت اشتباهی هستش. یا مادرهایی که موقع نشستن پا روی پا میندازن، این هم وضعیت اشتباهی هست. چرا؟ چون هم پاها آسیب میرسونه، باعث واریس و باعث ادم میشه و هم جلوی خروجی لگن رو میگیره و جنین در وضعیت مناسبی قرار نمیگیره. زمانی که میشینید پاهاتون به اندازه عرض لگن باز باشه. بهتر هست که پاها روی زمین باشه. اگر قد مادر کوتاهه و پاهاش به زمین نمیرسه، بهتره که یه بالش یا یک پایه زیر پاهاش قرار بده. به خصوص تو نشستن‌های طولانی، اونایی که کارمند هستن و طولانی مدت میشینن، حتما از پایه زیر پا استفاده کنن در نشستن.
اگر از صندلی گردون استفاده میکنید، مامانا مثلا کارمندید، مانیتور کامپیوتر استفاده میکنید، کامل کل بدنتون به سمت مانیتور یا وسیله‌ای که دارین کار میکنید به چرخه. اینطور نباشه که شما به سمتی باشین بعد با صندلی فقط ستون فقراتتون رو بچرخونید. این به شدت آسیب به ستون فقراتتون میزنه. زمانی هم که میخواین از روی صندلی بلند شین، باز به همین ترتیب از لبه های صندلی کمک میگیریم، یه خودمون رو به سمت جلو میکشیم، با یک دم و بازدم بلند میشیم. نحوه درست نشستن روی زمین به این ترتیب هست که یک نفس عمیق میگیریم، با بازدم روی زانوها خم میشیم، از دستمون کمک میگیریم و میشینیم. زمانی که بازدم رو میریم، عضلات شکممون رو هم منقبض کردیم و واژن و پرینمون رو هم منقبض کردیم. یا به حالت 7-8 میشینیم، همینطوری که این مامان عزیزمون نشستن، ستون فقرات هم صاف هست، یا به حالت 4 زانو. در هر حال قوز یا خمیدگی به سمت عقب رو نباید داشته باشیم. مامانای عزیز، هر حرکتی که در بارداری میخواین انجام بدین باید با دم و بازدم باشه، به خاطر اینکه با بازدم فشار از روی شکم و ستون فقرات برداشته میشه. حرکات باید با آرامش باشه، با طمأنینه باشه. عجله‌ای و ناگهانی اگر شما حرکتی رو انجام بدین میتونه باعث افت ناگهانی فشار خون، سرگیجه و تهوع شما بشه و همینطور میتونه باعث پیچش بند ناف دور گردن جنین بشه این حرکات ناگهانی. ولی وقتی شما با آرامش و طمأنینه و همراه با دم و بازدم حرکتی رو انجام میدین، هیچ کدوم از این آسیب ها به شما وارد نمیشه. موقع ایستادن هم از دستمون کمک میگیریم، با دم و بازدم بلند میشیم. خب مامان عزیز، درست نشستن رو امتحان کردین، دیدین که خیلی بهتر هست، حمایت میکنه از ستون فقراتتون، آسیب نمیزنه به ستون فقراتتون و در ضمن وقتی که شما درست میشینید جنین شما در راستای لگن شما قرار میگیره. مادرایی که خیلی لم میدن به سمت عقب، سر جنین، چون سنگینی سر جنین به سمت عقب در واقع فشار میاره، بچه در وضعیت خوب موقع زایمان قرار نمیگیره اگر تکرار شونده باشه و عادت این مادر باشه. یا مادرهایی که پا رو پا میندازن یا پاشون رو جمع میکنن تو شکمشون، جنینشون هم در وضعیت خوبی نیست. مامانای گل، اگه میخواین مطالب بیشتری رو در این زمینه یاد بگیرین، نحوه درست ایستادن و درست خوابیدن و بلند شدن و راه رفتن رو هم یاد بگیرین، میتونید از وبسایت و اپلیکیشن مادرشو استفاده بکنید و همچنین میتونید در کلاس‌های آمادگی برای زایمان و کلاس‌های مشاوره مامایی شرکت بکنید و استفاده بکنید.